امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این بخش از آموزش ها میخوایم در مورد دراپ شپینگ صحبت کنیم. دراپ شپینگ یک صنعتی ایجاد شده که برای فروش محصول انجام میشه، اونم نه هر محصولی، محصول های خاص، و فروش محصول به صورت آنلاین انجام میشه توی دراپ شپینگ و نیازی نیست که حتما اون محصول رو از قبل داشته باشی یا از قبل بسازی یا اینکه اون محصول رو انبار کنی یا خودت به صورت فیزیکی بری اون محصول رو بخری و بفرستی برای مشتری. این توضیح کلی بود که در مورد دراپ شپینگ میشد داد و یه سری توضیحات خاص و ویژه میخوام بدم در مورد ذهنیتتون در مورد این کار. چند تا مورد وجود داره در مورد دراپ شپینگ. یکیش اینه، مهمترین چیزش اینه که شما اول وقتی فکر کنی که نمیتونی این کار رو انجام بدی، وقتی فکر میکنی که از عهده‌اش بر نمیای، متاسفانه به احتمال بالا این اتفاق رخ میده و از عهده‌اش بر نمیای. تو باید ذهنیتت اول درست کنی که تو با این آموزش یا اصلا تو میتونی دراپ شپینگ رو انجام بدی و محصولت رو بفروشی. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، دراپ شپینگ یکی از سرفصل‌های آموزشی ماست که ما بیشتر دراپ شپینگ رو با هوش مصنوعی بررسی میکنیم، ببینیم که چجوری هوش مصنوعی کمک میکنه به ما توی کار دراپ شپینگ. تو این جلسات من سعی میکنم تا حدی که در توانمه و تا حدی که توی سرفصلای این دوره مانی میکر میگنجه دراپ شپینگ رو بگم. 5-6 قسمت حداقل کنار همین. ولی خب همونطور که میدونید هر شغل و تخصصی مهمتر از همه چی به یه ذهنیت قوی نیاز داره که تو بدونی که میتونی اون کار انجام بدی و به این ایمان داشته باشی که از عهده‌اش برمیای. 2، به استمرار تو این کار نیاز داره. یعنی تو وقتی یه شغلی رو شروع میکنی، اولش جواب نگرفتی، اولش یاد نگرفتی، ولش نکنی. هر شغلی اینطوریه، به استمرار نیاز داره. و 3 که مورد مهمی هم هست، اینه که تو بدونی که اون کار مناسب توه و اون کار رو دوست داری. دوست داشتن اون کار هم خیلی مهمه. دراپ شپینگ رو برای این به این سرفصل اضافه کردیم که بیای با هوش مصنوعی کار کنیم باهاش. به خاطر این بود که ممکنه برای یه عده لذت بخش باشه و واقعا هم کار خیلی جالبیه. حالا در ادامه میدم براتون. دراپ شپینگ چند تا چیز رو باید بلد باشی توی دراپ شپینگ. یکی این که تو باید یک محصول داشته باشی. حالا اون محصول چیه؟ اون محصول رو باید تو انتخاب کنی که چه محصولی رو میخوای بفروشی. یک محصول تو چه ویژگی هایی باید داشته باشه. محصولت باید نیازهای مخاطبت رو برطرف کنه. محصولت باید خاص و ویژه باشه تو کار دراپ شپینگ، یعنی هر جایی پیدا نشه. خب محصولت باید خاص و ویژه باشه و نیاز مخاطب رو برطرف کنه. یه مثال بزنم براتون. مثالی که دارم میزنم الان توی دستمه، نمیدونم صداش میاد واسه شما یا نه. من فرشید فرخی هر روز 2 شات میرم توی کافه اسپرسو میزنم. چرا؟ چون هم عادت کردم و همین که به خاطر اینکه انرژی خاصی میگیرم و خواب آلودگی منو جدا میکنه. خب من همیشه نمیتونم برم بیرون اسپرسومو بزنم و بخوام توی خونم اسپرسو درست کنم واسه خودم با دستگاه خونگی. طبیعتاً تایم زیادی از من میگیره و همون بهتر که پاشم 2 دقیقه برم بیرون بزنم. خب ولی یه محصولی الان هست به نام قرص قهوه یا شکلات قهوه. یه مثل قرصه، شکلش هم شبیه قهوه است. خب شبیه دانه قهوه است. میذاری توی دهنت، به اصطلاح سر میزنی یا میجویش. تقریبا کار اسپرسو رو انجام میده، تقریبا، نه به اون اندازه. و خوبی هم که داره اینه که ضرری نداره به اندازه اسپرسو که یهو تو رو ببره بالا، بعد از یه مدتی انرژیت بیاد پایین. اونایی که اسپرسو خورن میدونن من چی میگم.
این یه محصول خوبه. چرا؟ چون اولا خاصه و ویژه است، جایی پیدا نمیشه. دو اینکه یه نیاز مهمی رو برطرف میکنه. ببین یه چیزایی هست که ما جلو چشممون نیست، نمیدونیم، ولی وقتی که داریم استفاده ازش میکنیم یا وقتی که میبینیم مردم دارن استفاده میکنیم میگیم ایول دم سازندش گرم. دم سازندش گرم چی اختراع کرده. من الان خیلی از رفقام از این قرص قهوه دارن استفاده میکنن، خودم هم یکیشون. یعنی همونجا که رفیقم پیشنهاد داد گفت من اینو دارم، انداختم تو دهنم، مزه کردم، انقدر طعم خوشمزه و انرژی باحالی بهم داد گفتم آقا اینو میخوام، هر چند تومنم باشه میخوام من. خب مطمئنا شما الان با تعریفای من کسی که قهوه خور هستن دلشون خواست، پس این محصول کارشو درست انجام داده. حالا اون محصول رو ما قرار نیست بسازیم، ما قرار پیدا کنیم. به این میگن چی؟ به این میگن تحقیقات محصول. تحقیقات محصول یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما بریم دنبال محصولی بگردیم، محصول یا محصولهایی که یک نیاز اساسی برطرف کنه و خاص باشه. خب ما بخوایم فکر کنیم پیداش کنیم خیلی طول میکشه، پس باید از یه سری جاها، از یه سری منابع اون محصول رو پیدا کنیم. حالا چه جاهایی؟ مثال میزنم واسط. یکیش چت جی پی تیه، یکیش تیک تاکه، یکیش اینستاگرامه. به این میگن تحقیقات محصول. یعنی تو باید هر از گاهی محصولت رو شناسایی کنی و آپدیت کنی. وقتی یک محصول دیگه زیادی تکراری میشه یه محصول دیگه بیاری، تحقیق کنی، پیداش کنی محصول جدید رو. و دو، منابع خرید اون محصول رو پیدا کنی، یعنی تامین کننده اون محصول رو پیدا کنی. چون تو قرار نیست محصول رو بسازی، قرارم نیست فیزیکی بخری، باید تامین کننده پیدا کنی که از اونجا بخری، یه سود از مشتریت بگیری، پول تامین کننده رو بزنی، تامین کننده خودش ارسال کنه. اون تامین کننده رو چجوری پیدا کنیم میگم بهتون. تحقیقات محصول چجوریه قدم به قدم اونم میگم بهتون. و در نهایت فروش محصول. فروش محصول چجوری رخ میده؟ فروش محصول اینجوری رخ میده که تو توی فضای مجازی میخوای بفروشی. اینطوری نیست که مغازه بزنی، یعنی تو توی اینترنت میخوای بفروشی. روش‌های خیلی خیلی گسترده‌ای وجود داره که من میخوام مفصل در موردش صحبت کنم، ولی کلی بخوام بگم، یکیش زدن پیج اینستاگرامیه که محصولای خاص بذاری داخل پیجت و ویدیو تولید محتوای خاص با هوش مصنوعی ازش انجام بدی. خب یکیش کانال تلگرام زدنه، یکیش خود تیک تاک زدنه، یکیش اینه که تو یه محصول درست کنی، از اون محصول یه بنر یا تیزر تبلیغاتی خفن درست کنی، بدی تو پیجای اینستاگرامی پخش بشه. یعنی یه هزینه کنی، به عنوان مثال 400 تومن هزینه کنی، بدی پیجی که بازه خوبی داره استوری کنه اون محصول رو، و تو 400 تومن هزینه کردی. ولی اگه تحقیق محصولت درست بوده باشه، محصولت واقعا پرطرفدار بوده باشه و نیاز خوبی رو برطرف کنه از مشتری و بنرت هم خوب باشه، 400 تومن هزینه کردی ولی حداقل 10 برابر اون پول در میاری. خب تبلیغ همیشه اینه، تبلیغ حداقل 2 برابر در میاره، میانگین 5 برابر در میاره. خب تو بهترین حالت بین 10-20 برابر هزینه تبلیغت در میاد. و حتی من تبلیغی داشتم 1000 برابر پول تبلیغمو ازش در آوردم از فروش اون محصول. بستگی به چی داره؟ پس بستگی داره اول محصولت خاص باشه، نیاز آدمای زیادی رو برطرف کنه. مثلا نیای بگی آره یه محصول بیارم واسه کسایی که مثلا تو زیر بغلشون جوش دارن. خب بابا چند نفر مگه تو زیر بغلش جوش داره؟ حالا از مثال از خودم زدم. خب تو باید یه محصول بیاری که اولا نیاز حداکثری رو برآورده کنه، رفع کنه. دوما خاص و ویژه باشه، هر جایی پیدا نشه. دیدی یه سری از محصولای جنسی توی اینستاگرام زیاده؟ دلیلش اینه که آقا اینا فروشش به صورت فیزیکی ممکن نیست. خیلی ها روشون نمیشه برن مثال روغن خراتیم بخرن یا امثالهم. خب میان از اینستاگرام خیلی سکرت و مخفی سفارش میدن و این فروشنده هام اونو از یه جای دیگه میخرن،
میفروشن واسه این چیز میفرستن واسه این. یا وقتی که فروشت خیلی زیاد میشه از اون محصوله، دیگه اون محصول رو میخری با سود خیلی زیاد، یعنی تعداد بالا میخری، عمده میخری، یه جایی نگه میداری یه گوشه دیگه، اون وقت دیگه سودت هم 2 برابر میشه. وقتی به یه محصولی دست یافتی که حالا نمیگم جنسی یا محصول جنسی رو اصلا من موافق نیستم باش، خودم هم حال نمیکنم با اینکه حالا خب نیاز خیلی است خب، ولی در کل میگم وقتی که یه محصول خوب شناسایی کردی، اولش یه تامین کننده باید براش پیدا کنی. تامین کننده رو پیدا کردی باید بفروشی، چه تبلیغ چه اینکه پیج بزنی و تولید محتوا کنی. بعد از اینکه خوب دیدی داره میگیره، تو میتونی عمده بخری و خودت نگه داری، خودت هم ارسال کنی، سودت 2 برابر میشه. این خلاصه مواردی بود که گفتم. در مورد تامین کننده مفصل میخوایم صحبت کنیم، حتی به تامین کننده های فیزیکی هم میخوام اشاره کنم که برید فیزیکی باشون صحبت کنید. مونتا بریم سراغ هوش مصنوعی. اینکه دراپ شیپینگ چه ذهنیتی میخواد تو کارش. خواستم یه توضیح کلی بدم که مسیر رو بدونی. خب مسیر رو که بدونی چیه، راحت تر میتونی قسمت های آینده بفهمی حرف منو. از هوش مصنوعی میپرسم ذهنیت من در دراپ شیپینگ چگونه باشد، باید باشد. ذهنیت توی دراپ شیپینگ خیلی مهمه. چرا مهمه؟ ببین تو میگی من میخوام سریع به پول برسم. خب من چی میگم؟ من میگم سریع بخوای به پول برسی باید 1000 تا شغل رو امتحان کنی تا یکیشو پیدا کنی که سریع تو رو به پول میرسونه. ولی تا همون که 1000 تا شغل امتحان کنی یا 1000 روز صبر کنی که سریع به پول برسی، یه شغلی پیدا کنی که سریع به پول برسی، خب اون خودش 3 سال طول میکشه. خب چه کاریه؟ تو بیا سریع به پول نرس ولی 1 سال فقط وقت بذار روی یه حوزه. خب این باز از اون سریعتر شد. فهمیدی چی میگم؟ اون شانسیه. 1000 تا شغل امتحان میکنی یا یهو طلا پیدا میکنی میشی میلیاردر. خب شانسیه. ممکنه 2 سال دیگه باشه، ممکنه 5 سال دیگه باشه. ولی اینکه بیای یه کاری رو که هم خوشت میاد ازش، هم آینده داره و همین که میتونی باهاش به عنوان مثال یه بیزنسی را بندازی که خودت هم حال توش خوب باشه، چرا این کارو نیای انجام بدی؟ چرا بری دنبال این که حالا ببینیم کی میشه؟ دراپ شیپینگ با هوش مصنوعی یکی از شغلاییه که خیلی خیلی لذت بخش انجام دادنش. خب حالا در مورد پروژه انجام دادن با هوش مصنوعی صحبت میکنیم ما، اینکه خب خودم مورد علاقه خودمه. خب ولی خب دراپ شیپینگ با هوش مصنوعی هم خیلی طرفدار داره، خیلی طرفدار داره. به خاطر همین من اومدم تو این بخش گنجوندمش. چرا؟ چون دخترها دوست دارن یه چیزی بفروشن، دخترها دوست دارن یه سری چیزای جیگلو و اصلا خوشگل مشکل بیارن، هم خودشون ببینن حالشون خوب میشه، همین که میتونن بفروشن و تولید محتوا کنن. پسرها هم دوست دارن یه سری جنسای خاص بیارن که هر جایی پیدا نشه و بفروشنش. این بیزنس چون یه حالت فیزیکی مانند داره، حالت بازاری مانند داره، خیلی لذت بخشه واسه یه سری آدم. خب ذهنیتت یعنی باور داشته باشی که ببین میتونی موفق بشی. این خیلی مهمه ها، ذهنیت. من همین چیزایی که گفتم و این داره میگه. صبور باشید. دراپ شیپینگ یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست. ساخت برند، یافتن محصول مناسب، تستش، ایجاد اعتماد زمان میبره. پذیرش ریسک و عدم قطعیت، مشتری محور باشید. یعنی چی؟ یعنی پاسخگویی سریع، حل مشکلات، تحلیل محور فکر کنید. باید خودتو آپدیت کنی، باید همه نکاتی که گفتم واسه شناسایی محصول رو در نظر بگیری و مدام خودتو آپدیت کنی. حالا خب یه موضوع، تحقیقات محصول در کار دراپ
شپینگ چجوری انجام می شود؟ چی میگه؟ میگه یکی از مهمترین کارا تو دراپ شپینگ تحقیقات محصوله. خب اینو که میدونیم. میخوام اینطوری نوشته شده باشه که شما ببینید و من صحبت کنم. بچه‌ها من اینا رو همه رو بلدم. خب این که میام از هوش مصنوعی میپرسم میدونم هم چی میخواد جوابمو بده. چون میدونم، خب چون معلومه دیگه، منی که جلو رفتم میدونم تو اون کار چیا مهمه. اصلا خدا شاهده اصلا ذهنیت رو من سرچ نکرده بودم تو هوش مصنوعی، ولی دقیقا همون چیزایی رو آورد که من بهتون اول ویدیو گفتم. اینم همینه. این که دلیل اینکه سرچ میکنم اینجا اینه که اینجا نوشته بشه، من صحبت میکنم شما مشغول باشید، فقط به یه صفحه خالی نگاه نکنید. میدونی چی میگم؟ مورد مهم اینه که آقا تحقیق محصول باید به یه چیزی فکر کنی، این که اون محصول رو تو میتونی گیر بیاری یا نه. یعنی منابع، به قول گفتنی کسی که میفروشه اون محصول رو میتونی گیر بیاری. این خیلی مهمه. علاوه بر این موضوعاتی که اینجا گفته، این موضوع رو باید در نظر بگیری. نری یه سری محصول عجیب غریب پیدا کنی که نتونی بیاری، نری یه محصول خیلی خاص پیدا کنی که فقط واسه یه عده کم جوابه، نری یه محصول پیدا کنی که گرون لوکسه اول کار. تو باید بیای محصولی پیدا کنی که بتونی اول کار به تعداد زیادی بفروشی که کم کم به عنوان مثال اون بیس کسب و کارت شکل بگیره، بعد تبلیغ بدی، کم کم مشتریت زیاد بشه، بعد کم کم محصولای گرون قیمت بیاری. تو باید اول محصول ارزون قیمت بفروشی که کارت شکل بگیره، که پول کمتری هم بخواد، بعد کم کم محصولای گرون قیمت هم بیاری. میگه واسه این که محصول پیدا کنی از سایت های ترند استفاده کن، مثل اول گوگل ترند، ببینید یک محصول در حال رشد است یا نه. دو، این دوتا سایت رو گفته، cu.co، ترند هانتر، و سه، تیک تاک و اینستاگرام. ویدیوهای پربازدید و پرتعامل میتواند نشانه محصولات داغ باشد. مثلا تو تیک تاک سرچ میکنی، خب محصول خاص یا مثلا گجت مثلا خاص، یه عالمه ویدیو میاره، به انگلیسی سرچ کنی. تیک تاک یه برنامه ایه که توی موبایل های اندروید و آیفون قابل نصبه. خب یعنی تو توی اپ استور گوگل آیفون، یا توی گوگل پلی اندروید سرچ کنی تیک تاک، برنامهش واسط بالا میاد. اونجا باید سرچ کنی، دنبال محصول بگردی، اون محصول همه ویژگاهی که گفتمو داشته باشه. این ویژگاهی که گفتمو یکی یکی یادداشت کنید، وقتی میرید محصولو بگردید اون محصولی که پیدا میکنید و با اون ویژگاهی که من گفتم مطابقت بدید. اگه همه شرایطو داشت میتونی انتخابش کنی. یا خود اینستاگرام دیدید دیگه، انواع اقسام محصول توش وجود داره. پس قدم اولمون تحقیقات محصول. قدم دوممون چی بود؟ یه بارم میگم که قشنگ، تامین کننده محصول. قدم سوم تبلیغ محصول، تبلیغ و فروش محصول، یعنی پیج زدن یا اینکه تبلیغ کردنش تو پیجای دیگه. اگه اولش پیج قوی ندارید یا مثلا میخواید از همون اول کار خوب بفروشید، باید تبلیغش کنید. تحقیقات محصول رو میخوایم دو سه قسمت با هم دیگه بررسی کنیم. یعنی یکی دو قسمت، این قسمت و قسمت بعد تحقیقات محصوله، بعدش تامین کننده رو از کجا پیدا کنیمه، و در آخر چیه؟ در آخر فروش محصوله و استفاده از هوش مصنوعی و تولید محتوا با هوش مصنوعی واسه فروش محصول. این از این. خب اینو کپی میکنم، ازش میپرسم
همینو کپی میکنم میفرستم واسش. خب دقیقاً اصلا نیازی هم نیست بپرسی ازش چی بود، چی گفته بود. گفته بود گوگل ترند، ببین که محصول در حال رشد یا نه، چه محصولای خوبه. همونو کپی کنی بفرستی، میاد برات توضیح میده. میگه که استفاده از گوگل ترند برای تحقیقات محصول دراپشیپینگ یک ابزار رایگان و بسیار قدرتمند است. این ابزار به شما نشان میدهد علاقه مردم به یک محصول در طول زمان چقدر تغییر کرده و آیا روند رو به رشدی دارد یا نه. در ادامه توضیح میدم از گوگل ترند برای بررسی محصول چگونه استفاده کنید. گام به گام استفاده از گوگل ترند برای تحقیق محصول. خب بریم الان محصول گوگل ترند رو ببینیم که چجوری میتونیم باهاش به عنوان مثال محصول های پرتکرار رو پیدا کنیم. آدرس سایتش trends.google.com میزنی روش، میری داخل سایتش. اینجا یه قسمت سرچ داره، صفحه کاوش بهش میگه. خب میگه چی؟ میگه در نوار جستجو نام محصول مورد نظرت را وارد کن به انگلیسی یا زبان بازار هدف. مثال زده، میگه محصولی که پیدا کردی رو یا محصولی که مد نظرته رو خب بیا توی اینجا سرچ کن، ببین بازار هدفش چجوریه، ببین در حال رشد یا نه. بعد بیا فیلتراشو تنظیم کن. اینا رو میرسیم. آقا یه توضیح بدم. الان شاید بیای بگی که خب من اصلا نمیدونم محصولم چیه مرد حسابی، چیو بیام سرچ کنم. دو تا کار میتونی انجام بدی. دو تا کار. یکی این که کلی سرچ کنی، مثلا سرچ کنی محصولات خاص و کمیاب و ارزان قیمت، ویژگی محصولات بگی، خلاصه سرچ کنی ببینی چیا میاره، چه محصولایی رو بورس ترنده. خب دو این که گوگل ترند رو بذاری آخر. خب اول بیای از این سایت ها یا تیک تاک محصولت رو پیدا کنی، بعد بیای داخل گوگل ترند سرچش کنی. یعنی چی؟ یعنی دو تا کار میتونی انجام بدی، یا ویژگی محصولت کلی بیان کنی، یا اول بری سراغ اونا بعد در آخر بیای نگاه کنی ببینی که آقا محصول واقعا بازار خوبی داره یا نه. به عنوان مثال داگ هیر ریموور چیه؟ این سگایی که توی خونه ها نگه میدارن، خب اینا موهاش خیلی میریزه روی فرشا. خب و پاک کردنش هم با جاروهای عادی خیلی سخته، خیلی اصلا دیده نمیشه و این بالاخره طول مدت باعث کثیف کاری میشه دیگه. داگ هیر ریموور یه محصولیه که واسه کسایی که پت نگه میدارن و حیوان خانگی نگه میدارن خیلی خوبه. خب یا مثلا مینی پروژکتور الان خیلی زیاد شده بچه ها، مخصوصا کسایی که مستقل زندگی میکنن. خب پول ندارن برن 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون بدن تلویزیون بخرن. چه خبره؟ یه بچه جوونیه داره تنها زندگی میکنه خب و دوست داره سینمایی که خونه‌ای که مجردی گرفته رو ببینه، خب اونو توی تلویزیون ببینه، توی صفحه بزرگ ببینه. یا اصلا نه تنها اونا، اصلا خانواده ها هم میتونن از این محصول استفاده کنن. پروژکتوره میذاری توی گوشه از خونت، وصلش میکنی حالا به موبایلت یا لپتاپت، فیلمو میزنی این پروژکتور روی یه دیوار صاف یا دیوار سفید یا یه پرده که پرده پروژکتور بهش میگن، پرده سینمایی، اینو وصل میکنی به اون و میندازی رو اون پرده و میتونی فیلمو با کیفیت با کیفیت تلویزیون ببینی. این محصول پس خیلی کار را بندازه. خب ولی خب قیمت اولیش یه کوچولو گرونه. حالا این پروژکتور رو ما بریم توی گوگل سرچ کنیم، توی گوگل تره کاوشو میزنی ببینیم که چی میاره واسه ما. خب
کشورشو چی انتخاب میکنی؟ میزنی ایران. روز گذشته رو میخوای یا 30 روز گذشته؟ یا اصلا بذار 7 روز گذشته. همه دسته ها جستجوی فیلترها رو درست میکنی و اینجا بهت نشون میده که اون محصول چجوری فروخته میشه. خب خیلی مهمه این موضوع. مثلا آرژانتین رو بزنیم میره تو آرژانتین بررسی میکنه. ممکنه اصلا یه سری محصولا رو هم نیاره. اسرائیل رو بزنیم میره تو اسرائیل ممکنه بررسی کنه. 12 اردیبهشت مثلا چند تا خب و در کنارش میتونی اینجا یه مقایسه هم بزنی. مثلا مینی پروژکتور، مثلا 2 تا محصول رو گیر کردی. خب به عنوان مثال پروژکتور رو گیر کردی مثلا با یه محصول دیگه، مثلا همون داگ هیر ریموور. خب یعنی همون محصولی که موی سگا رو تمیز میکرد. این 2 تا محصول رو گیر کردی، اونو هم مینویسی اینجا. این خودش میاد مقایسه میکنه کدومش خوبه. اینجا یه بخشی داره پرطرفدار در این لحظه. خب پرطرفدار در این لحظه. کشور رو انتخاب میکنی میذاری روی ایران. دستش رو انتخاب میکنی چی؟ دستش رو انتخاب میکنی چی؟ محصولات رو باید انتخاب کنی. همه دسته ها بزنی ممکنه چیزای چرت و پرتی هم بیاره. این هم هست. یعنی ببین هر دسته رو انتخاب میکنی یه چیزی میاره که اون تایم خیلی سرچ شده. خب ورزش مثلا سرچ کنی استقلال مقابل چیز رو میاره. خب اقلیم رو سرچ کنی هواشناسی رو میاره. چیا زیاد سرچ شده توی مثلا تایم، مثلا 24 ساعت گذشته، مثلا بکنیمش 7 روز. خب 7 روز بکنیمش. اینجا مثلا بزنیم چی؟ بزنیم مثلا خرید خودرو. چه خودرویی سرچ شده؟ اینجا میتونی بفهمی که چی بیشتر از همه سرچ شده. منتها حالا کار داریم با این موضوع. فیلترشو باید منظم کنی. تایمشو باید بزنی، فیلترشو لوکیشنشو باید بزنی توی ایران. تایمشو باید بزنی 12 ماه یا 5 سال. 12 ماه بهترین پیشنهاد. کاتگوری شاپینگ باید بزنی یا هلس باید بزنی. سرچ تایپ وب یا یوتیوب. حالا خب اینا رو ما همه رو زدیم. خب اینجا مثال میای چی میکنی؟ پروژکتور رو سرچ میکنی. اون محصولت تو ایران میخوای بررسی کنی فروششو، فارسی سرچ کنی بهتر میاره واسط. خب فارسی سرچ کنی بهتر میاره واسط. میزنی 30 روز گذشته. دسته ها رم شاپینگ انتخاب میکنی. جستجوی وبم که درسته. ببین داره میاره. تو یه تایمی خیلی زیاد شده بود 15 فروردین اینا. خب چرا؟ چون تعطیلات بود. بعد کم شد. همه رفتن کنار چی؟ کنار عشق و حالشون. کنار کارشون. یعنی کار باید انجام میدادن دیگه بعد تعطیلات. بعد بازم زیاد شد. الان روزی حدود از این آماری که این داره، خب آماری که این داره میانگین روزی حداقل 50-60 تا فروخته میشه از طریق فضای مجازی. این آمارش هم دقیق نیست ولی تا یه جایی میرسونه. تو کدوم شهرها بیشتره؟ تو مثلا تهران بیشتر از همه جا بوده. خراسان جنوبی بیشتر بوده. کردستان، کرمان، زنجان تو شهرهای بد. موضوعهای مرتبط رو میاره و عبارتهایی که سرچ شده. ساخت پروژکتور با لیوان، ویدیو پروژکتور دیواری،
اینا مثلا افزایش ناگهانی داشتن، میزنی روش، اینو هم میتونی آمارشو ببینی که چه محصولی خوب فروخته شده یا زیاد سرچ شده. باید یه کوچولو صبر کنی که آمار واسه در بیاره واسه هر کدوم. تحلیل نمودارش چیه؟ اگه رو به بالا بود محصول در حال رشد است، خوبه واسه تست. اگه رو به پایین بود نمودار، مثل صفحه قبل نموداره یهو اومده بود پایین. کی بود؟ اگه آوردین نمودار من نشون بدم. اینجا نمودار یهو اومده بود پایین، این تایم دیگه نباید میفروختی، ولی اینجا نمودار هی بالا پایین داره، ثابته، نه خوبه نه بد. این بره بالا کم کم موقع خوب فروختن پروژکتوره. خب اگه بالا پایین زیاد دارد ممکن است محصول فصلی باشد، یعنی یه فصلی به درد میخوره یه فصلی به درد نمیخوره. مقایسه چند محصول میتوانی به عنوان مثال گلکسی لایت رو سرچ کنی با LED استار پروژکتور. مثلا محصولت رو فهمیدی چی میخوای بخری، مثلا از مینو پروژکتورها، ولی موندی کدوم برند رو بیاری، کدوم پرفروش تره تو جهان. گلکسی لایت رو میای سرچ میکنی با این. چجوری میای؟ مثلا این اسم برندشونه، خب میای اینجا اونو میزنی، این یکی رو هم انتخاب میکنی، محصولایی که داری رو. اینجا هم پاک شد. خب این دوتا رو با هم دیگه باید مقایسه کنی. سراسر جهان رو میزنی تو 30 روز گذشته، ببینی که کدوم بهتر فروخته. الان LED استار پروژکتور هیچکی نمیخره تو جهان، دارن گلکسی لایت دارن میخرن. میبینی فروشش خیلی زیادتره، پس تو میری گلکسی لایت میخری. اینم یه روش مقایسه محصولات. نکات مهم: اگه رشد در حال حاضر شروع شده، فرصت خوبی برای ورود به، یعنی میگه اگه تازه داره رشد میکنه، یعنی اولین بارشه که نمودارش صعودی و رو به بالا میشه، بهترین موقع واسه این که محصول رو بیاری. اگه محصول چند سال از ثابت مانده یا رو به کاهش است، دیگه اشباع شده، یعنی دیگه فایده نداره بیاری. این نکاتشو در نظر بگیرم. میگه چی؟ میگه اگه میبینی محصولی که داری میخری یه روز بالاست یه روز پایینه، یه روز بالاست یه روز پایینه، این یعنی فصلیه. اگه میبینی محصول بالا پایین زیاد داره و ثابت مونده، این یعنی این محصول داره اشباع میشه. ببین مثل همین گلکسی لایت، اینم داره اشباع میشه. یا نه میبینی محصول تازه داره رشد میکنه، یعنی اینجا 14 فروردین تازه داشت رشد میکرد، این یعنی اون گلکسی لایت رو بهترین موقع است واسه وارد کردن. این یکی از روش‌هایی بود که از طریق گوگل ترند شما میتونستید چیکار کنید؟ محصول رو شناسایی کنید ببینید در حال رشد یا نه. ولی گوگل ترند آمار خیلی دقیقی داخل ایران نمیده و من فقط خواستم نشونتون بدم و حرفم این نیست که حتما از گوگل ترند استفاده کنید. خب گوگل ترند واسه تکمیل شدن تحقیقات شما خوبه، ولی اصلی ترین موضوع و جایی که باید تحقیق کنید تیک تاکه و اینستاگرامه. محصول هایی که یهو برند میشه، یهو خیلی زیاد میشه رو شناسایی کنید. اینستاگرام جای سرچ جالبی نداره، باید هی بگردی پیج میجا رو، خب ببینی که محصول های پرطرفداری که الان پیجا خیلی دارن همشون روش مانو میدن یا نه. یه محصول شناسایی کنی که در ویژگار داشته باشه رو شناسایی کنی، بعد بری دنبال تامین کنندش. ولی تیک تاک خوبی که داره اینه که نصب میکنی رو موبایلت و محصولی که میخوای رو یا محصولات رو سرچ میکنی، مثلا میزنی محصولات خاص و ویژه، میری توی تیک تاک شناساییش میکنی و بعد دنبال تامین کننده میگردی. چی پرسیده بودیم ازش؟ پرسیده بودیم تو دراپ شپینگ تحقیقات محصول چجوریه. خب میگه تو تحقیقات محصول آنالیز رقبا مهمه. بریم مثلا علی اکسپرس
یه سایتیه واسه مثل دیجیکالا، قسمت سفارش ها اوردرز، ببینی چه محصولاتی سفارش زیادی داشتن. یا آمازون بیست سلرز، ببینی چه محصولاتی رقباتون چه محصولاتی رو بهتر از همه میفروشن، بیشتر از همه میفروشن. یا شاپینگ استورز، این ابزاراشو گفته، میگه تو برو تو علی اکسپرس، بزن علی اکسپرس، بعد چیکار کن تو علی اکسپرس؟ قسمت اوردر برو ببین چه محصولاتی پرطرفدار بوده. هفت. معمولا محصولاتی که تخفیف میذارن خیلی پرطرفدارترن و تو میتونی محصول رو شناسایی کنی که چه محصولی محصولات پرطرفدارتره و تو جهان خیلی داره فروخته میشه. خب تو قسمت اوردرش هم بعد ثبت نام تو این سایت میتونی بررسی کنی که چه محصولاتی محصولات خوبیه. خب این یه روشش بود. آمازون هم که خب یه فروشگاه اینترنتی بزرگ جهانیه که میتونی تو قسمت 20 سلرش سرچ کنی محصول. حالا اینا رو کاری نداریم، اینا زیاد باشون کار نداریم، تو بخشای بعد میخوام بگم که چی کار باید انجام بده. میگه یک محصول خوب چه ویژگی هایی داره؟ احساساتی برانگیخته کند. حالا اشتباه نوشته. خب یعنی چی؟ یعنی احساس خوبی تو مخاطب ایجاد کنه و محصول یک کوچولو احساس مخاطب رو قلقلک بده، چون اینجور محصولای خاص رو مردم معمولا با احساساتشون میخرن. قابلیت حل مشکل، یه نیازی رو برطرف کنه. قابلیت تبلیغ تو ویدیو، یعنی تو ویدیو بتونی تبلیغش کنی، حالا چه با هوش مصنوعی، چه به عنوان مثال خودت بگیری بیاریش تو ویدیو بگیری ازش تولید محتوا کنی. به عنوان مثال بیای بری از اینجا، خب یه مثلا این لباس زنونه رو بیاری، تبلیغش واسه کسایی که تو ایرانن سخته، چه به صورت فیزیکی چه به صورت اینکه مانکن بیاری، مدل بیاری، چه به صورت اینکه با هوش مصنوعی تبلیغش کنی. خب پس تبلیغ هم باید در نظر بگیری. قیمت مناسب باشه، یعنی حداقل بتونی دو برابر قیمتی که میخری بفروشی. حالا 50% سود اصلا. در دسترس عموم نیست. اینو من بهتون گفتم همه جا نمیشه خریدش. تست در علی اکسپرس یا سایر پلتفرما، میگه بیاید محصولتون رو اونجا هم بذارید. استفاده از ابزارهای تخصصی، خب اونا رو میگیم، بررسی تبلیغات، و حالا خب یه سری توضیحات کلی داده که توی تحقیقات محصولمون باید استفاده کنیم. پس اولین قدمی که باید انجام بدید تحقیقات محصولتونه. تو قسمت بعد مفصل یک روش تحقیقات محصول میخوام بهتون بگم، به درد بخور. بعد تامین کننده و بعد فروش و تبلیغ. تحقیقات محصول خیلی مهمه. میشه گفت مهمترین بخشش تحقیقات محصوله. چه محصولی انتخاب کنی؟ دقیقاً یادتونه گفتم خیلی مهمه که چه حوزه‌ای بری کار کنی. اینم همونه، چه محصولی بفروشی. ویژگی‌های مختلفی داشته باشه، هم بتونی بگیریش، هم پرفروش باشه، هم نیاز رو برطرف کنه، هم قابل ویدیو گرفتن باشه، هم احساسات برانگیخته کنه، هم قیمتش خوب باشه. همه رو باید در نظر بگیری. تامین کننده‌شو پیدا کنی. تامین کننده ایرانی یا خارجی. اگه میخوای به خارج کشور بفروشی باید تامین کننده خارجی پیدا کنی، مثل علی اکسپرس، مثل آمازون، خب و سایت های دیگه. یا اصلا از داخل ایران تامین کننده شو پیدا کنی، یا حضوری یا دیجیکالا. اینا رو میخوایم بگیم. و فروش. این سه تا گام اصلیه توی
دراپ شپینگ. این قسمت شما کاری که باید انجام بدی، اول ذهنیتتو درست کنی. باید به این باور کنی که تو میتونی این کار رو انجام بدی. اگه هیچ جوره میبینی که تو آدم این کار نیستی، ولش کن. این قسمت ها رو صبر کن، ببین، ولی صبر کن برسیم به قسمت های پروژه یابی. اگه واقعا میبینی هیچ جوره دوستش نداری و هیچ جوره از پسش بر نمیای، نه اگه علاقه داری ولی مرددی، ولی شک داری که میتونی یا نه، برو خودت کار کن که تو میتونی این کار رو انجام بدی. شک نکن میتونی. خیلی از دخترها تونستن انجام بدن بدون امکانات، بدون اینکه بیان جلو دوربین. پس تو هم میتونی. دختر رو مثال زدم که چون دختر 8 مظلومیه داخل کشور ما. پسر وقتی که یه دختر میتونه یه کاری رو انجام بده، پسرها هم میتونن انجامش بدن. و وقتی که یه پسر میتونه پیج فروشگاهی بزنه و بفروشه، شما دخترها هم میتونید. صبور باشید. نکته‌ای بود که باید دقت میکردید و در مورد این شغل صبر خیلی مهمه و ترندا رو بررسی کنید. شما کاری که باید انجام بدی اینی که تیک تاک رو نصب کنی. تیک تاک رو روی موبایلت نصب کن. از کجا میتونی دانلودش کنی؟ از اپ استورت، از گوگل پلی روی موبایلت، از بازار، از سایت فارستروید میتونی تیک تاک رو دانلود کنی. نصب کن، سرچ کن ترند پرودکت یا ترند شاپینگ، ببین چیا رو میاره. اون اسمشون رو بیا تو گوگل ترند بررسی کن، تو این سایت بررسی کن، تو ترند هانتر بررسی کن. این تمرین این جلسه است. اینا که تمرین ذهنی بود بهتون گفتم، ذهنیتتون رو باید آماده کنید. اون به خودتون بستگی داره. میخوام 2-3 تا محصول خوب برای تمرین این قسمت برید پیدا کنید. محصولی که همه ویژگی هایی که گفتم هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی کجا بود ویژگی ها؟ اینجا نوشته شده که راحت بتونی ببینی. احساساتو برانگیخته کنه و نیاز برطرف کنه، قیمت مناسب باشه، قابل تبلیغ باشه، خودت خوشت بیاد ازش، جا نگیره ازت اگه خواستی یه روزی فیزیکی بیاری، و مهمتر از همه ترند باشه، بازار خوبی داشته باشه، عمومی باشه، بازارش گسترده باشه، نیاز خیلی ها رو رفع کنه. خب اونو هم میتونی از طریق گوگل ترند و ترند هانتر بررسی کنید. ترند هانتر رو حتما برید سر بزنید. من گوگل ترند رو بهتون گفتم چون گوگل ترند معروفه، ولی ترند هانتر هم سایت خیلی خوبیه که محصولات رو میتونی ببینی اونجا چه محصولاتی ترند شده. پس شما باید 2 تا محصول رو انتخاب کنی، ویژگی‌هایی که گفتم رو داشته باشه، تو تیک تاک نصب کنی، تو تیک تاک پیداش کنی. اول تیک تاک رو نصب میکنی، تو تیک تاک پیداش میکنی، با ترند هانتر و گوگل ترند چکش میکنی. 2 تا محصول پرطرفدار از بین 1000 تا محصولی که میخوای بگردی پیدا کن، انتخاب کن، بفرست به پشتیبانی. ما بدونیم تو تمرین کردی این جلسه رو. این تمرین واجبه. و سلام تا جلسه بعدی که بازم در مورد تحقیق محصول صحبت میکنیم. خداحافظ.